الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله إيمانا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران عزیزم، بإذن الله سبحانه و تعالی این حلقه 54 از آموزش توحید است و ان شاء الله سبحانه و تعالی در این حلقه به شما در مسئله یا که در موضوع ربوبیت صحبت خواهیم کرد و یک چند مسائلی که تعلق به توحید ربوبیت هست به شما بیان کرده می شود. و البته این قسم سوم از بیان توحید ربوبیت است. حلقه سوم از توحید ربوبیت است. برادران و خواهران موحدم، توحید الربوبیه یعنی یکه و یگانه و تنها و احد و الوتر و الفرد دانستن الله سبحانه و تعالی در ربوبیتش هست. یگانه دانستن الله در ربوبیت یعنی نسبت دادن یگانگی الله سبحانه و تعالی را در ربوبیتش یعنی در ملکش، در خلقش، در تدبیرش و در امرش، که این مسائل به شما در حلقه های گذشته بیان گشت و شما فهمیدید که توحید الربوبیه وقتی که گفته می شود چی مراد از این سخن بیان می شود و این سخن چی معنی دارد و چگونه ایمان آورده می شود. این مسائل به شما گذشت. باید بدانید که همین توحید الربوبیه این چنین نام‌های دیگر دارد، اما معروفترین نام در بین امت اسلام در این قسم توحید الربوبیت است. وقتی که توحید الربوبیه میگید همه میدانند، اما این چنین نام دیگر هم هست، به مانند این که علما میگن توحید افعال الرب، توحید افعال الرب، توحید فعلهای رب، توحید فعلهای الله. این نام هم نام توحید ربوبیت است. چرا که حقیقت ربوبیت این فعلهای الله و صفتهای الله است. حقیقت ربوبیت، اساس ربوبیت این فعلهای الله و صفتهای الله است. توحید و افعال الرب یعنی یگانه دانستن الله سبحانه و تعالی در فعلهایش است. یا نام دومی یعنی نام دومی توحید الربوبیه، این علما میگن توحید الاعتقادی هم هست. توحید ربوبیت رو بعضی از علما توحید اعتقادی میگن. چرا؟ زیرا که محل توحید الربوبیه محلش اعتقاد است. مثلا مقابل توحید الربوبیه این توحید الوهیت است. توحید الربوبیه این اعتقادی هست، اما توحید الوهیت این عملی هست. از همین جهت علما توحید الاعتقادی میگند. و نام سوم توحید الربوبیه که این چنین نام هم بعضی از علما در عباره هایشان ذکر کرده اند، توحید العلمی. توحید العلمی یعنی توحیدی که در اساس علم، قائم بر علم است. علم به الله، علم
به فعلهای الله، علم به صفتهای الله سبحانه و تعالی. شما از فعلهای الله چگونه ای که الله و رسول خبر داده است می آموزید، خبردار می شوید، از صفتهای الله خبردار می شوید و بعد از این به همون اعتقاد میکنید، قبول میکنید و تصدیق میکنید. توحید المعرفه، این چهارمین نام توحید الربوبیت است. بعضی از علما توحید ربوبیت رو میگن که توحید المعرفه والاثبات. خیلی که ابن ابی العز حنفی، یکی از امام بزرگ اهل سنت و الجماعت، در کتاب شرح عقیده طحاوی توحید ربوبیت رو همچنین نامگذاری میکنند و میگن توحید المعرفه والاثبات. چرا؟ برای که میگن توحید معرفت والاثبات یعنی توحید ربوبیت متعلق به معرفت الله است، متعلق به شناخت الله است، متعلق به اثبات کردن کمال الله سبحانه و تعالی در صفاتش است. از همین جهت توحید ربوبیت رو علما توحید المعرفت والاثبات هم میگند. یا پنجمین نام توحید ربوبیت این توحید الخبری هست. توحید الربوبیت قائم می شود، یعنی به وجود می آید در اساس خبری الله و رسولش، در اساس خبر. و این چنین بعضی از علما میگن توحید الوسیله، این ششمین نامی که به توحید ربوبیت علما میگذارند، توحید الوسیله، یعنی توحید ربوبیت یک وسیله برای توحید الوهیت است. میگند توحید الغایه گفته توحید الوهیت رو میگند. یعنی توحید ربوبیت این وسیله برای رسیدن به توحید غایت است که توحید الوهیت است. پس برادران و خواهران عزیزم، این شش نام توحید ربوبیت است: توحید افعال الرب، توحید الاعتقادی، توحید العلمی، توحید المعرفة والاثبات، توحید الخبری، توحید الوسیله و غیر ذلك. یک کسی از یکی از این نام ها وقتی که صحبت کرد، شما نباید در حیرت باشید. بارک الله فیکم. این بود مسئله اول. مسئله دیگری که حالا ما به شما بیان میکنیم و موضوع دیگری که حالا در روی آن صحبت میکنیم، این بیانی فعلهای ربوبیت الله سبحانه و تعالی و مثالهای به این فعلهای الله. ما گفتیم اساس توحید ربوبیت این چی است؟ افعال الله و صفاتهای الله است. گفتیم اساسی که توحید ربوبیت در بالای همین اساس به وجود می آید و قائم می شود، این فعلهای الله و صفاتهای الله. حالا باشد ما به شما فعلهای الله که در ربوبیتش دارد بیان میکنیم و مثالها رو میاریم. برای من علما در این موضوع گفتند افعال الربوبیه، فعلهای ربوبیت الله. اولین فعلی که از ربوبیت الله هست که همه میداند، این الخلق است. الخلق، خلق کردن، این فعلی که است، این فعل الله است. آیا بجز الله یگان خالق وجود دارد؟ آیا خالق غیر الله وجود دارد؟ نه والله، هرگز، هیچگاه وجود نداشت و وجود ندارد و هرگز این چنین یک چیزی به وجود نمی آید که خالق باشد. خلق کردن این یگانه فعل الله سبحانه و تعالی است و فعل کسی نیست. الله خودش در قرآن میگوید که هل من خالق غیر الله، آیا یگان خالق خلق کننده بجز الله به غیر الله وجود دارد؟ این سوال است، اما این را علما میگند در زبان عربی میآید و در علم نحو میآید، گراماتیک عربی، قاعده عربی، علم نحو. این استفهام اینکاری است. الله
در این سوال انکار کرده است. هیچ کسی بجز الله خالق نیست. در آیت دیگر الله گفته بود، الله میگه که آن چیزهایی که بجز الله شما عبادت میکنید لن یخلقوا ذبابا، حتی یک پشه رو خلق نکردند. غیر الله دیگر چیزها یک پشه رو خلق نکردند. البته امروز آدم هایی که ملحد است، آدم هایی که مشرک است، یا سبحان الله از فلسفه هست و ملحد شدگی هست، اینها میگن که غیر الله انسان ها امروز خلق کرده شدند. مثلا ربات ساختن یا هواپیما ساختن یا که ماشین ساختن، این خلق است. میگن نه والله این خلق نیست. چرا؟ این یک ساختنی چیزی هست که اساسش با الله می رود. هواپیما را کسی از چیزی نبوده خود به خود ساخت یا که از آهن ساخت. اصل هواپیما باز می گردد به آهن و به عقل. عقل را الله خلق کرده و الله به انسان عقل را داد. خالق عقل الله هست. هیچ کسی غیر از الله عقل را خلق کرده نمی تواند. و این چنین اصلی این تکنیک آهن است که این متا و این متریال ساخته شده الله است و الله داده است. خیلی که خودش خبر میدهد. هیچ کسی یک ماده که وجود نداشت به وجود آورده نمیتواند. هر چیزی که انسان ها امروز در روی این دنیا میسازند به واسطه خلق الله میسازند. یکی از ملحدین گفت من خلق میکنم، پشه رو خلق میکنم. چگونه؟ گفت یک گوشت را به درون یک کیسه، بگویم یک پکیت می اندازم تا که این گوشت بتاسد و بعد از این کرم ها و پشه ها به وجود آید. کرم می آید و پشه می آید. یعنی کرم ها رو من خلق میکنم. پس ما میگیم نه والله تو هیچ چیزی رو خلق نکردی، برای اون که گوشت این از حیوان است و حیوان رو الله خلق کرده است. یعنی گوشت هم خلق الله کرده است. پس وقتی که تو گوشت رو تو سانیدی و از گوشت کرم به وجود آمد، کرم رو تو خلق نکردی، بلکه کرم از گوشت به وجود آمد. اصلی کرم به گوشت است. از حجیره هایی که در گوشت بود کرم به وجود آمد. پس کرم هم خلق الله است. تو خودت از چیزی نبوده، از هیچ چیزی نیست، یک چیز رو خلق کرده نمیتوانی. پس آیا بجز الله خالق وجود دارد؟ هل من خالق غیر الله؟ هرگز خالق بجز الله بغیر الله وجود ندارد. الله سبحانه و تعالی میگه اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون؟ آیا شما خلق میکنید یا ما خالق هستیم و خلق کننده هستیم؟ استفهام انکاری، یعنی شما ای انسان ها هیچ چیزی رو خلق کرده نمیتوانید. خالق این الله است. الله در اینجا نحن گفت، ما خالق هستیم. بعضی ها در همین مسئله شک میکنند که الله خودش تنها اگر خلق کرده باشه چرا ما میگد ما خلق کردیم؟ میگد به صیغه جمع. در علم نحو آمده است. در علم نحو علما میگن که الله وقتی که خودش را به صیغه جمع ما میگد، نحن میگد، این نحن نزلنا القرآن، ما قرآن را نازل کرده میگد، یا که ما خلق کننده هستیم و خالقون هستیم میگد، این بیان کننده بزرگی الله است. الله در اینجا بزرگی خودش را بیان کرده شده است. به الله هیچ کسی در خلق همراه نیست. نه ملائکه، نه رسول، نه نبی، نه پیامبر، نه اولیای، نه انسان. هیچ چیزی شریک به الله در خلق نیست. خالق الله است. وقتی که الله هم ما میگوید، شما گمان نکنید که ما یعنی با همراهی الله یک کسی دیگر یا چیزی دیگر. نه، الله خودش را بزرگی خودش را بیان کرده ما گفته است. یعنی الله بزرگ است. این اولین فعل ربوبیت الله بود. مثال دوم از افعال ربوبیت الله این تدبیر است. فعل تدبیر، فعل تدبیر، فعل تصرف در امر.
امرهایی که در زمین و آسمان می شود، در کائنات می شود، در فلک می شود، هر حرکتی که می شود، این از نقشه کشیده و از تدبیر کیست؟ از تدبیر الله است. این تصرفاتی که می شود، این همه تصرفات زمین و آسمان در دست کیست؟ این همه تصرف امر، یعنی این همه تصرف حرکات و غیره در دست کیست؟ در دست الله است. این تدبیر است. تدبیر یعنی تصرف کردن در امر، یعنی تمام حرکات، تمام جنبش و دیگرگونی و تمام تدبیر همه اش در دست الله است. این فعل الله است که ما باید ایمان بیاریم. یکی از فعلهای ربوبیت الله همین است، یعنی توحید در ربوبیت همین است. دومی مثال، الله در سوره یونس آیه 3 میگوید یدبر الامر، الله ذات است که امرها را تدبیر میکند. مدبر امر است. مدبر امر یعنی به من و شما رزق داد، به من و شما حیات داد، به من و شما زبان داد که سخن میکنیم، به من و شما سبحان الله قرآن را نازل کرد که ما به برنامه اون زندگی بکنیم، به احکام اون حکم بکنیم، مراجعت به حکمهای اون بکنیم. به من و شما پیامبران را فرستاد، تدبیر کرد، نقشه کشید، ما را میمیراند، ما را زنده کرد، حیات داد و میمیراند و باز زنده میکند و جنت و جهنم را، دوزخ را ساخت. مخلوق هستند که امروز جنت و دوزخ وجود دارد. آفتاب می براید و می نشیند، این تصرف الله است. آفتاب در زیر امر کیست؟ در زیر تصرف کیست؟ در زیر تصرف الله است. آفتاب را کی کنترل میکند؟ الله کنترل میکند. شب و روز را کی کنترل میکند؟ در زیر تصرف کیست؟ در زیر تصرف الله است. شب را خلق کرد تا که انسانها سکونت بکنند، دم بگیرند، خواب بکنند، و روز را خلق کرد تا که انسانها زندگی بکنند. و این همه را به خاطر این کرد که ما الله را یگانه عبادت بکنیم. برای سنجش ما کرد. عالم جزا را به ما خبر داد. به مؤمنین جنت، به کافرین مشرکین و سرکشان جهنم را خبر داد. سبحان الله. به این زمین و در بین زمین و آسمان چقدر چیزهای را خلق کرد. آب را خلق کرد، در درون آب هزارها چیزها را خلق کرد و همه این چیزها تصرفش در دست الله است. یک حرکتی در این دنیا نمی شود مگرم به اجازه الله، به تدبیر الله، به تصرف الله. هر یک برگ درختی که می ریزد مگرم اینکه الله می داند. ولا یسقط من ورقة الا یعلمها. یگان ورقه، یگان برگ درخت نمی غلطد مگر اینکه الله می داند. چرا که تمامی حرکت این دنیا در زیر تصرف الله است. باریدن باران، به ما باریدن باران را، باریدن برف، آمدن شمال، گرمی و خنکی، این همه از جانب کیست؟ از جانب الله است. چرا که تدبیر، نقشه، این همه عالم زمین و آسمان در زیر تصرف الله است. هیچ کسی نمیتواند که این را نگه بدارد بجز الله. این فعل تدبیر است. یگانه ذات این الله است که یدبر الامر، امر را تدبیر میکند. حل کننده کار، بجا آورنده این همه حرکت ها. معنای مدبر همین است. در سوره شورا آیه 12 هم میگوید له مقالید السماوات والارض. مقالید زمین و آسمان ها در دست اوست. یعنی نگهدارنده زمین و آسمان ها
و تمام حرکتی که در زمین و آسمان می شود تصرفش در دست الله است. هر کسی که هر یک حرکتی را به غیر الله نسبت داد مشرک در تدبیر شد. وقتی که مشرک در تدبیر شد مشرک در ربوبیت شد. در یکی از فعلهای الله وقتی که انسان مشرک می شود پس در توحید ربوبیتش مشرک می شود. کسی بیاید و بگوید که غیر از الله خالقی هست بمانندی رافضه ها، بمانندی صوفی ها، پس این مشرک است. بمانندی کمونیست ها، بمانندی والعیاذ بالله کمونیست ها که میگن طبیعت پرست ها، بمانندی مشرک ها و غیره. هر کسی بیاید به غیر الله تدبیر کننده هست بگوید این مشرک شد. در مسئله تدبیر این حکم الله می‌دارد. کسی بیاید حکم الله را انکار بکند یا که حکم غیر الله را از حکم الله افضل بداند، در هر دو این حالت کافر شد، مرتد شد. برای انکار کردن حکم الله و برای افضل دانستن حکم غیر الله اعتقادا. اما کسی بیاید حکم الله را انکار نکند، حکم غیر الله را افضل نداند، اما گوید که در این زمان باید به حکم غیر الله حکم کرده شد، بمانند حکم دموکراتیه، حکم علمانی، سکولاریسم، لیبرالی و غیره، این هم مشرک و این هم مرتد شد. چرا که شرک این عملی شد، شرک عملی شد، مطلقاً شریعت را تبدیل داد. در اینجا شرک از جانب تدبیر شد، تدبیر الله کرده رو انکار کرد. الله تدبیر کرد، به بالای زندگی مردم تدبیر کرد. تدبیر الله، این حکم الله در مسئله احکام و در مسئله چگونه زندگی کردن، چگونه حل و فصل کردن. هر کسی بیاید مراجعت کند به محکمه های سعودی، الله تدبیر کرده بود، ساخته بود محکمه های شرعی را، آمد به محکمه سعودی راضی شد، همین را افضل دانست یا که به همین رفت و مراجعت کرد، به شرک واقع شد، مشرک شد. کسی به انتخابات رفت، انتخاب کرد به خودش یک الهی را، یک قانونسازی را، یک حاکمی که بغیر حکم الله یا حکم میکند. الله تدبیر کرده بود که باید به حکم الله حکم کرده شود و هیچ کس به خودش قانون براره بجز الله این کار یعنی قبول نکند. به شرک واقع شد. هر کسی بیاید قانونی برارد، قانون برار بشود، بمانندی دپوتات ها، نشستگان در پارلمان، نویسندگان قانون و غیره، اینها مشرک شدند در تدبیر، در فعل تدبیر الله، مدبر بودن الله را انکار کردند، خواهند یا نخواهند. این عملشون عملی شرکی است، قانون برآوردن است که به اجماع علما این شرک است و این چنین انسان ها مشرک است و مرتد است. ببینید چگونه باید توحید آموخته شود. انا این چنین باید آموخته شود. این مسائل عصر حاضر است. یک مثال از عصر حاضر به مانند توحید حکم. امروزه شرکی که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان دارد یا حزب اخوان المسلمین دارد یا که حزبی که اردوغان ساخته است در ترکیه یا که حزب مالایزی و دیگر اسلامی حزبی که دارد، شرک اونها در توحید ربوبیت است و در توحید ربوبیت در فعل تدبیر است. اونها مدبر بودن الله را انکار کردند، چرا که حکم غیر الله را جایز میدانند. اونها میگن که در این عصر 21 به حکم الله حکم کردن این سختگیری کردن است و وزنینی به مردم میارد و غیر و غیر والعیاذ بالله. یعنی در همین حکم عصر 21 مدبر بودن الله، اون تدبیری که الله در حکم در بین مردم ساخته است، گویا که در این عصر درست نیست، گویا که الله در عصر 21 مدبر نیست والعیاذ بالله. این شرک است، این کفر است. این اراده حکم غیر الله است. یعنی از همین جهت ما میگیم که این خطرش بزرگ است. این انکار مدبر بودن الله است. اگر بگوید که نه من مدبر بودن الله را اقرار میکنم، پس بیا اون تدبیری که الله در بالای بندگانش کرده است که این حکم کردن به حکم الله و رسول است اقرار بکن که الله تدبیر کرده است، این مسئله را حل و فصل کرده است که انسان ها چگونه زندگی کنند، انسان ها کدام عمل ها را انجام ندهند، کدام عمل ها را انجام بدهند و در کدام عمل ها جزا داده شوند و جزا چگونه باید باشد.
تمام قانون ها برآمده است. تمام قانون ها را الله ساخته است. به من و شما خبر داده است. در بین من و شما قرآن و سنت است. این قانون ما، این کانستیتوسی ما است. اما این حزبی ها میاد این کار میکند و بعد از این باز دعوا از موحد بودن، دعوا از اسلام میکند. ما میگیم اینها مشرکند در توحید ربوبیت، بعد از این میآیند در توحید الوهیت و غیره و غیره، در اطاعت کردن به کفار و غیره. اولین شرک اینها در توحید ربوبیت این انکاری یکی از فعل الله، یکی از فعلهای الله، این تدبیر مدبر بودن الله است. فعل تدبیر الله را انکار کردن. حکم، تشریع، محکمه، مراجعت کردن به محکمه های غیر شرعی، این انکار توحید ربوبیت یا که بگیم مشرک شدن در توحید ربوبیت است. شرک همیشه انکار کردن نیست. ما میبینیم که این انسان ها میگن ما توحید ربوبیت رو اقرار میکنیم. ما میگیم که الله خالق است، الله مالک است، الله رازق است، الله میمیراند، الله زنده میکند، الله ضرر رساننده الله است، نفع رساننده الله است و غیره. لیکن یکی از این فعلهای الله را در توحید ربوبیت چی میکنند؟ اقرار نمیکنند. این تدبیر، فعل تدبیر. ما میگیم هر کسی در افعال ربوبیت، در فعلهای ربوبیت یکی از اینها را انکار کند مشرک است و کافر مشرک است، مرتد است. اقرار بکند اما کاملا اقرار نکند هم باز مشرک است. یعنی توحید ربوبیت همین گونه توحید است و در تمام توحید الوهیت، توحید اسم و صفات، همچنین توحید هاست که باید کاملا 100% قبول کرده، دانسته و قبول کرده و عمل کرده شد. اگر 99% شما توحید را قبول کنید 1% نکنید هم مشرک است. این چنین انسان باز کافر است و الله نمیبخشد. 100% به ما معقول است نیست، وزنین است نیست، باید 100% قبول بکنیم و 100% عمل بکنیم و 100% پا بر جا باشیم. راه نجات نیست دیگر. امروز میبینیم که به نام مسلمان ها و حزب نهضت یا که گروه 24، این گروه ها و این حزبای شرکی و کفری میروند مراجعت میکنند به محکمه های غیر شرعی. شاید در حیرت مانند کدام محکمه غیر شرعی؟ مراجعت میکنند به آن یا بگیم به غیر آن، یعنی حقوق بشر، بگیم به حقوق بشر. یعنی در اروپا میروند به سودهایی که سودهای بین المللی کفری هست و حقوق بشر است، به اونجا مراجعت میکنند که ما آمدیم این یعنی اختلاف ما با فلان انسان ها، با مسلمان است یا کفر فرقی ندارد، اختلاف ما با اینها بین ما و اونها حل کنید و ما را حقمون را بدید و غیر و غیره. این مراجعت کردن به محکمه های غیر شرعی است و این شرک است. این دومی شرک اون است، والعیاذ بالله. و باز شرک اونها در تدبیر است، یعنی شرک اونها در فعل تدبیر الله سبحانه و تعالی است. و سومین مثال به افعال ربوبیت الله، فعلهای ربوبیت الله. ربوبیت الله از همین فعلها عبارت است. گفتیم اول خلق است، دوم تدبیر است، سومین صفت الله یا که بگیم فعل الله که از ربوبیت است، این ملک است. یگانگی الله سبحانه و تعالی در ملک است که به من و شما، به هر یک انسانی که مسلمان است واجب است که، یعنی فرض عین است که الله سبحانه و تعالی را در ملک یگانه بشناسد. یعنی الله تنها خودش مالک است که مثل الله هیچ مالک وجود ندارد. در سوره فاتحه آیت 4 آمده است، هر روز من و شما در نمازهای ما میخونیم در هر رکعت که الله میگه مالک یوم الدین، الله مالک روزی
دین روزی جزا یا که بگیم روز قیامت است. دین روزی قیامت رو میگند. و این چنین آیات‌های هست که الله مالکی این دنیا و آخرت است. این معناش نیست که فقط الله روزی آخرت مالک است و این دنیا نیست، نه، بلکه این دنیا هم الله مالک مطلق الله است. این پادشاهچه هایی که امروز هست اینا هیچ چیزی نیستند. اینها همش بنده های الله، همش از نطفه به دنیا آمده، از فرج زن تولد شده، همش میخورد، می آشامد و همش خواب میکند و همش به حاجت خانه میرود و همش یک انسان عادی هست. اینها هیچ چیزی نیست، از دستش هیچ چیزی نمیآید. این پادشاهی که امروز وجود دارد حیاتش در دست الله است و الله کدام وقتی که خواست اینها را میمیراند. یک کاری کرده نمیتواند، از دستش هیچ چیزی نمیآید. سبحان الله. بزرگترین پادشاهایی که در این دنیا بود همه اش حیاتش گرفته شد، چرا که پادشاهی این پادشاهان الله است، مالک الملوک. چلی که در سوره مومنون الله در سوره مومنون آیه 88 میگوید قل من بیده ملکوت کل شیء، بگوی محمد صلی الله علیه و سلم در دست کیست مالکیت تمام چیزها. یعنی اون ذاتی که پادشاهی مالک تمام چیز است کیست؟ الله است. اللهی که پادشاه انسان هاست، پادشاه زمین و آسمان است، پادشاه زمین ها و آسمان هاست، پادشاه آفتاب و ستارگان است، پادشاه هر آن چیزی که در بین زمین و آسمان است. و همه این مخلوقین به پادشاهی الله سبحانه و تعالی سر خم کردند. این الله است. پس باید به حکم همین پادشاه حکم کرده شود، در محکمه همین مالک مناقشه ها حل فصل خود را بیابد، یعنی تحاکم کردن به شریعت باشد و شرک در این مسائل آورده نشود. چهارمین فعل های الله که از ربوبیت الله است، فعل الله، صفت های الله که از ربوبیت الله است. خلق این صفت الله است و فعل الله است. صفت فعلی، صفت های فعلی الله خلق، صفت های فعلی الله تدبیر دومش، صفت های فعلی الله ملک، صفت های فعلی الله الاحیاء و الاماته، زنده کردن و میرانیدن، که این فعل های الله است. یگانه کسی که و یگانه ذاتی که چیزها را حیات می دهد یا که چیزها را می میراند این الله است و بجز الله هیچ کسی این قدرت را ندارد و این از خصوصیات الله است. خلق کردن از خصوصیات الله است، تدبیر از خصوصیات الله است، مالکیت از خصوصیات الله است، الاحیاء و الامات از خصوصیات الله است. چخیلی که الله در سوره بقره آیه 258 میگوید ربی الذی یحیی و یمیت، رب من همون ذات است که زنده میکند و میمیراند. در سوره یونس آیه 56 آمده است هو یحیی و یمیت و الیه ترجعون، او یعنی الله زنده میکند و میمیراند و به سوی الله باز میگردید. الله خودش باز میگه والله خلقکم ثم یتوفاکم، الله شما را خلق کرد یعنی زنده کرد و او شما را باز میمیراند، وفات میکند. پس بجز الله شما زنده کننده، حیات دهنده و میراننده ندارید. این یگانه الله است و این دو صفت فعلی الله است، الاحیاء و الاماته. این صفت الله الحی، نام الله هم الحی هست. بارک الله فیکم. این صفت الله که خلق است در این الخالق است
تدبیر المدبر است، ملک المالک است، الاحیاء الحی است. یعنی الله خودش زنده و پاینده و خودش باز زنده کننده و میراننده. ما نباید در این فعلهای الله، یعنی در ربوبیت الله، کسی را به الله شریک سازیم. پنجمین فعل الله در ربوبیت، پنجمین صفت فعلی الله در ربوبیت که ما باید یگانه بشناسیم و توحید را در اینجا داشته باشیم، این البعث و الحساب است. یعنی ذات یگانه که ما را بعد از مرگمون گشته زنده میکند، مبعوث میکند، یعنی گشته از قبرهایمون میخیزاند و ما را حساب کتاب میکند. این کی است؟ این الله است. ما باید در همین فعل الله، فعل البعث، صفت و فعل الله، صفتی که فعل است، برای اون که بعض صفتهای الله که فعل نیست، صفتی ذاتی، بمانندی چشم الله، پای الله، دست الله، این صفت الله هست اما صفت فعلی نیست. صفتی چلی که در حلقه گذشته گفتیم ذاتی هست، صفت ذاتی خبری است، اما صفت فعلی انا من صفت است. صفتی مثلا گفتیم خلق، گفتیم تدبیر، ملک، احیا و الاماته، و صفت البعث والحساب فعلها الله. الله سبحانه و تعالی همه را بعد از مرگ زنده می کند و زنده کردن تنها در قدرت الله است و حساب کتاب کردن، یعنی به هر یک انسان حساب کتاب میکند. حتی حیوان هایی که به هم دیگر ظلم کردن، این حیوان ها رو هم بینشان حل و فصل میکند. کی است؟ الله است. الله در سوره یاسین آیه 52 میگه من بعثنا من مرقدنا، از جای خوابمون، از قبرمون ما رو کی بیدار کرد؟ الله. و در سوره صاد آیه 79 میگه قال رب فانذرنی الى یوم یبعثون، مردم میگن که ای رب من، ما رو نگه بیدار تا روزی که مردم از قبر بیدار میشن. یعنی این سخن شیطان هم هست، میگن از الله طلب کرد که او را یعنی آزاد بگذارد تا روزی قیامت. و اینچنین در سوره انعام آمده است آیه 62 الا له الحکم و هو اسرع الحاسبین، آگاه باشید که تمام حکم از آن الله است و الله از همه زودترین حساب کننده است. یعنی الله همه را حساب کتاب میکند. و الیه ترجعون، و به سوی الله باز میگردید، و غیره، دیگر آیات زیاد است. حساب کتاب و زنده کردن در دست الله است. اما مثلا رافضه ها مشرکند در توحید ربوبیت، در انا من فعل الله. این فعل الله را ما باید به غیر الله نتیم. رافضه ها میگن که امام های 12 گانه ما، مثلا علی، حسن، حسین، علی ابن حسین و محمد ابن علی ابن حسین، جعفر صادق و غیره و غیره، این 12 امام میگن اینها سبحان الله روز قیامت مردم را زنده میکنند از قبرشون و حساب کتاب در دست همین امام ها است. والعیاذ بالله مشرک میشند. حالا که البته این 12 امام رافضه ها، این 12 امام از رافضه ها بیزار هستند. علی، حسن، حسین، اینها رافضه ها را مشرک میدانند. حضرت علی این رافضه ها را سوختند، به قتل رسانیدند. اما این رافضه ها با دروغ و بهتان این انسان های خوب را به خودشان امام میگند. البته اینها امام اونها نیستند. این 12 امام رافضه نیستند. رافضه ها دروغگویند. چرا که این 12 انسان ها، اینها اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و سلم، اهل سنت و الجماعت، صحابگان و بعد از صحابگان بودند. یعنی علی صحابه بودند، حسن، حسین صحابه بودند، نبیرای پیامبر، انسان های بهترین عقیده اهل سنت داشتند. اما رافضه ها بر دروغ اینها را امامای خودشان میگند. و صفات های الله
و فعلهای الله که این از ربوبیت الله هست به این امام ها میتیند، مشرک میشوند. یا که صوفی ها هم در توحید ربوبیت از همین جانب سبحان الله مشرک میشوند. میگند یعنی اولیاها زنده میکنند و حساب کتاب میکنند و غیره. نه والله هیچ کسی در بعث الله از قبر خیزانیدن و زنده کردن و در حساب کتاب هیچ کسی با الله شریک نیست، تنها الله است. بارک الله فیکم. با همین این حلقه را به پایان میرسانیم و باذن الله در حلقه آینده باز دیگر از فعلهای الله که از ربوبیت الله هست، صفتهای فعلی الله هست و از ربوبیت الله هست که ما باید در اونجا توحید رو داشته باشیم، یگانه الله را به خودش نسبت بدیم و کسی را در اونجا شریک قرار ندهیم، ان شاء الله بیان خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.